پیام امساله پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به اهل زیاییان پیام تازه آینده افروز بوده مژده پیروزی تمام ساحه‌های جامعه می باشد، بخصوص به ما اهل معارفچیان. طور سرور کشورمان در پیام امساله قید کردند که از 1 ایول سال 2022 به اندازه 25% زیاد نمودن معاش آموزگاران این خود بشارت است از دستگیری های پیوسته پیشوای ملت به آینده علمی تاجیک و قشر جوان جامعه که 25% زیاد نمودن ادرار پولی دانشجویان این خود بازگویی مهر و محبت پیوسته پیشوای معظم ملت رعیت پرورمون می باشد. این بار دیگر ما آموزگاران را موظف می‌گرداند که تمام سعی و کوشش خود را بهر درست روانه ساختن تعلیم و تربیت نسل نورست که آنها را هدایت نماییم و تا اینکه در جامعه نوین موقع و منزلت خودشان را دریافته باشند.